בשם השם נعسه و نسلیח تورا سیوالانو مشه مراشا قهیلت یعقوب پاراشای شمینی هستیم به عزرت هشم یتبارک وحی بیام هشمینی قارا مشه لاهرون اولوانا و زیقن اسرائیل فصل 9 پاسخ 1 و بود در روز هشتم صدا زد مشه به اهرون و فرزندانش و پیران اسرائیل. در توضیح پاسخ اول یکم بریم جلوتر از آراورخایی مقادش قسمتی که نوشته و اولی نیره اود کی اثر شیگیده کاتوب و شل مشه اموزکار بکاتوب و اولی و شاید به نظر میرسه دیگر، زیرا سعری که اطلاع میده پاسخ وقتی که پاسخ با وحی شروع شده و وحی هم بعضی جا میتونه لفظ وای و ناراحتی باشه، میتونیم بگیم که در مورد فوت ناداب و اویو نیست، چون که فوت ناداب و اویو در این پاسخ چیزی نگفته. او شلمشه هم موسکار بکاتو، یک ناراحتی است که مربوط به مشه است که در پاسخ گفته. پاسخ چی گفته؟ قارا مشه لعلون وانا و زیقن اسرائیل. پس این وحی که در ابتدای پاسخ گفته مربوط میشه به مشه ربنو که در همین پاسخ گفته کیرا زیرا دید گدولات و گدولت زرو، زیرا اون کهانتی که شایسته بود به خودش و نسلش داده بشه به ید اهرون و وارام الان داره سپرده میشه به دست اهرون و بچه هاش. خارج رو ببین سعرقین شما بیایید این مسئله رنج حسادت رو ببینید. میداوار تو ما اوسه از موضوع خوب چه او انجام میده، یعنی از موضوع خوبی که برای دیگران انجام میشه و آدم حسودی میکنه که چرا برای من انجام نمیشه، چقدر تأثیر داره و چقدر میتونه روی انسان اثراتی بگذاره، باعث ناراحتی بشه یا حتی باعث به اقداماتی بشه. همونطوری که از بچه های شیمون الصدیق میبینیم در گمارای مناخود داف قفته تموت شنی، اونجا میفرماید که در اون سال که فوت کرد کوهن گادول شیمون الصدیق به اونهایی که حاضر بودن اطرافش در خروج از قدش حق داشتیم در روز کیپور گفت که در این سال او فوت میکنه و یعنی خودش. بهش گفتن از کجا میدونی؟ گفت هر روز کیپور در هر سال و سال موقعی که من به قدش حق داشتیم وارد میشدم یک پیرمردی با لباس سفید وارد میشد با من و با من خارج میشد. امسال این پیرمرد لباس سیاه پوشیده بود و وارد شد با من و با من خارج نشد. بعد از موعد سوکا مریض شد شیمون الصدیق و بعد از 7 روز فوت میکنه و خودداری کردن کهنیم از این که بیرکت کهنیم رو با شم همه فراش بگن، چون تا اون موقع اونا به خاطر در حیات بودن شیمون الصدیق میگفتن شم فراش رو یودکبابکر رو میگفتن به طور کامل و صحیح، ولی بعد از فوت شیمون الصدیق دیگه خودشون رو شایسته ندانستن که بخوان ادامه بدن. البته که اجازه گفتن شمن فراش رو نداشتن مگر در مکانی که نور شخینا ظاهر می شده، یعنی در بیت المقدس میتونستن بگن، ولی وقتی شیمون الصدیق فوت میکنه این تجلی شخینا قطع میشه حتی در بیت المقدس و اینها به همین خاطر دیگه ادامه نمیدن که بخوان شمن فراش رو بگن. در زمان فوت شیمون الصدیق به اونها میگه که خونیو پسر من به جای من بشینه و کوهن گادول باشه. برادر بزرگترش که 2 سال و نیم از او بزرگتر بود حسادت میکنه و تصمیم میگیره او رو بکشه به خاطر اینکه خودش کوهن گادول بشه. آملو گو به او، یعنی برادر بزرگی شیمعی، به خونیو برادر کوچیکتر گفت که قرار بوده کوهن گادول بشه بیا یادت بدم ترتیب عبودای بیت المقدس رو که چطور تو بیای و این لباسهای جدید رو بپوشی. و شیمی تن برادرش لباسی کرد که لباسی بود از جنس پوست و زنانه و کمربندی که زیور شده بود با زیور زنانه و او رو ایستاند نزد قربانگاه و گفت به اون برادران کهنیمی که اونجا بودن ببینید این چه نذری کرده و داره نذرش رو اجرا میکنه.
گفته که من روزی که به کوهن گادولی برسم به خاطری که عشقم رو به زنم نشون بدم به زنش قول داده و نذر کرده که لباس زنش و کمربند زنش رو بپوشه. و کهنیم که باور کردن حرف شیمی رو خواستن که او رو بکشن و او فرار میکنه و بالاخره نهایتاً به اسکندریه مصر میره، اونجا قربانگاهی بنا میکنه و بر اون قربانگاه برای بت قربانی میبره. و موقعی که خخامیم این رو میشنون میگن چطور شیمی که به مقام کوهن گادولی نرسیده و او انتخاب نشده این چنین میاد عمل میکنه، صد البته کسی که مقام رو بهش دادن و میخوان ازش بگیرن که چه کارهایی به خاطر حسادت ممکنه انجام بده. البته این رو هم خدمت سروران بگیم که شیمون الصدیق که خونیو رو انتخاب میکنه به خاطر ایراد شامعیم بیشتری که داشته نسبت به شیمعی برادر بزرگش بوده. این مطالب ریبی میر هست، ولی ریبی یهودا میگه داستان این چنین نبوده، بلکه بعد از اینکه شیمون الصدیق فوت میکنه خونیو رو انتخاب میکنه که کوهن گادول بشه به جای او، ولی خونیو قبول نمیکنه چون که شیمعی برادر بزرگش 2.5 سال از او بزرگتر بوده و با وجود این حسادت میکنه به او خونیو، یعنی خونیو به شیمعی برادر بزرگش حسادت میکنه و پشیمون میشه از اینکه این سمت رو قبول نکرده و تصمیم میگیره که باعث مرگ برادرش بشه که اون رو بکشه و به اون میگه بیا تا ترتیب عبودا رو خدمت رو به تو یاد بدم و اون لباسی رو که گفتیم مال زنش بوده و کمربند زنش که زیور زنانه داشته او رو به تنش میکنه و او رو نزد قربانگاه قرار میده و میره به کهنیم میگه ببینید این برادر من چه نذری کرده، به خاطری که زنش رو دوست داشته و خواسته به او ثابت کنه عشقش رو، گفته من روزی که به خدمت کوهن گادولی برسم لباس تو و این کمربند تو رو میپوشم و خواستن اینجا کهنیم شیمعی رو بکشنش چون حرف خونیو رو باور کردن و شیمعی از اونا میخواد که صبر کنن تا براشون توضیح بده و تمام مطالب رو توضیح داد. بعد از تحقیق متوجه شدن کهنیم که شیمعی بیگناهه و خونیو باعث یه چنین بی احترامی به کوهن گادول شده در عبودای میقداش و قربانگاه. خواستن که خونیو رو بکشن که او فرار میکنه و نهایتاً به اسکندریه مصر میره و اونجا قربانگاهی بنا میکنه و برای هشم لشم شامعیم قربانوت رو تقدیم میکنه، همونطوری که در یشعیا پاسخی است که میفرماد در آن روز خواهد بود قربانگاه برای هشم در میان سرزمین مصر و مسوا و سکوچه‌ای نزد مرز اون برای هشم. و رمبان مینویسه که کاری که خونیو میکنه این بت پرستی نبوده، بلکه میگذره بر ایسوری که آسور بوده تقدیم کنن قربانی رو خارج از بیت میقداش و توضیحات دیگری که در این ارتباط است. ولی وقتی خخامیم این رو شنیدن همین صحبتی که گفتیم تکرار میکنن، میگن چطور این فرار کرد که در ابتدا از احترام فراری بود، نمیخواست سمت کوهن گادولی رو بگیره، این چنین کرد کسی که به مقام کوهن گادولی یا هر منصبی دیگه میرسه و میخوان ازش بگیرن که چه رفتاری رو ممکنه انجام بده. برگردیم به مطلب خودمون که الان موشه ربنو میخواد اهرون کوهن رو و بچه‌هاش رو به سمت کوهن گادولی انتخاب کنه و اینجاست که این مقام قرار بوده به خودش برسه و این دلیل بیشتری است برای حسادت موشه ربنو که شایتال و اولزر و اخراف که دیگه نصیب او و فرزندانش نخواهد شد. و از دلیل اینکه حفصی اصرار کرد در مأموریتی که هشم به او داد برای نجات اسرائیل از سرزمین مصر قبول نکرد، به خارپ و خشم هشم افروخته شد در آن روز و اون دیگه کوهن گادول نخواهد بود. و موقعی که روز انتصاب شوخشگی ایوم پقودا روز انتصاب اهرون کوهن رسید، حالا ناراحت از اینکه این قدرت افتخار خدمت کوهن گادولی به درگاه هشم از او و از فرزندان او گرفته شده. همچنین که موشه ربنو
آسم معود به صدقوت و عناوا، بسیار در تواضع و فروتنی پیشرو بوده. حلو کل خی، ولی هر کسی بالاخره احساس داره و ناراحت میشه، به خصوص در یک چنین میسوای بزرگی رو که اینجا از دست میده. و اینجا آرا بارخی مقادش یک نظر دیگری رو میاره، میگه شاید اینکه ما گفتیم مشه ربنو ناراحت شد که این میسوا رو از دست میده مربوط میشه به وعی به یوم کلوت مشه، یعنی اونجاست که در بمیدبار 7 پاسخ 1 اشاره داره، اونجا هم وعیهی میگه و اونجاست که مشه ربنو ناراحت میشه که از این میسوا رو از دست میده و دیگه کوهن گادول نیست. و شو اسمو یومزه که اون روز شمینی بوده برای میلویم که شروع میشه کوهنیم که شروع به کار میکنن و اهرون کوهن انتخاب میشه به عنوان کوهن گادول. پس اگر اونجا رو ما بخوایم بگیم وعی بیوم کلوت مشه، اونجا برمیگرده به این ناراحتی که داره مشه ربنو از دست دادن این میسوا. ولی اینجا رو چی بگیم وعی بیوم هشمینی؟ ممکنه بگیم اینجا میتت نادا وعویو بوده که اینجا اشاره میکنه در پاسخ وعی بیوم هشمینی. امیدواریم بسیار خطا و خیلی مقادش ماگن بر همه ما باشه و ادامه این مطلب رو در وایس بعدی خواهیم گفت که بیشتر توضیح میدیم که علی رغم اینکه برای مشه ربنو سخت بوده ولی بر خودشون غالب میشن و با دل و جون این سمت رو به اهرون کوهن برادرشون میدن.